چو خواهی رسیدن مر از بندگی، بپیما رهی آفرینندگی. درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیونی سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. در این نشر با حضور مدیر کافدره فلسفه نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان استاد نصرت‌الله ذاکرزاده که سالیان زیاده در زمینه آثار و افکار و آرا و شخصیتی یکی از برازنده‌ترین چهره‌های فرهنگ و علم و دانش ما، سیاست ما، احمدی دانش تخصص پیدا کرده است و کار رو تحقیق میکند. استاد نصرت‌الله ذاکرزاده صحبت می آوریم در موضوع مکتبی معارف پروری احمدی دانش. در موضوع پیشینه با حضور شما استاد در خاطرتان باشد اطراف زمان و محیطی احمدی دانش بعضی افکارش صحبت کردیم، مخصوصا زمانی که چون یک شخصیتی را، محیطی که چون یک شخصیتی را تولید کرد و مثلا با جامعه تقدیم کرد صحبت کردیم و نکته های جالبی هم جالبی توجه هم ارائه کردید. اولتر از همه خوش آمدید به برنامه ما و استاد از اینجا شروع میکنیم که مکتب معارف پروری احمدی دانش پیروان زیادی داشت و امروز هم دارد. خوشبختانه امروز هم غایه ها و افکار و نظراتی که احمدی دانش در رابطه با مسئله هایی در زندگی بودن، مشکلات و معماهایی که در زندگی بودن، عقده هایی که در زمانش بودن ارائه کرده است. امروز هم مورد گفتگوی ما، مورد بحث و مجادلات ما هم هستند درباره خصوصیات یا که ویژگی های همین مکتب معارف پروری صحبت کنیم. از همینجا بعد با سوالای دیگه پیدا میشوند صحبت ادامه میدیم. بفرمایید. در حقیقت درست قید کردید و هر یک شخصیتی که نامبردار شده است، یک شخصیت ملی به مانند احمدی دانش، از آن جهت باعث تذکر و تحسین هست که همچون یک شخصیت معارف پروری ملی پیش از همه این صاحب آثار گوناگون است. آثاری است که سرشار از همین عقیده های معارف پروری. دوم یعنی پیروان زیاد دارد و این یک چینک اساسی است که یک شخصیتی میتوان گفت که جامعه شناس، معارف پرور و عالم که در تاریخ افکار سیاسی خلق تاجیک نقش بارز دارد، یعنی نمونه اثبات باید باشد. و احمدی دانش اگر ما آثارش را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم، هیچ وقت آثار او از زمانه‌اش کنده نبود، یعنی ربطی بی‌واسطه با زمان معاصر دارد، یعنی جامعه شناسی واقعی است. و شما ببینید که وقتی در رساله درباره نظم تمدن و تعاون که عبارت از 3 فصل است، در اونجا پیش از همه درباره ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی جامعه سخن می‌راند. یک چیزی به نظر خیلی عادی میتابد، لیکن وقتی ما امروز در باره تعریف دولت سخن میگوییم که دولت از نگاه علم سیاسی، علم حقوق شناسی، علم تاریخ به طور گوناگون ارزیابی میگردد، ولی همه همین علم ها مفهوم دولت رو عبارت از آن میدونند که در حدود معین، اهالی معین و دارنده دستگاه مجبور کنی اگر کنیم، یعنی دارنده یک ارتش معین، این نشانه های یک دولت است که امروز علم سیاست شناسی باز چند معیار دیگر رو پیشنهاد میکند. و همین احمدی دانش در مقدمه رساله نظم تمدن و تعاون می‌آورد که بدون که هر یک کشور عبارت از رعیت است، عبارت از اموال است، یعنی بایگری است و دیگر که تعریف امروزه دولت رو در خود انعکاس میکند. و در اینجا میگوید که اگر شخصی سالم اختیاری همین معیار رو مثال می‌آورد که این دولت چگونه باید باشد که در اونجا مردم با سعادتمندانه زندگی کنند. یعنی مرد عاقل میگوید اختیاری توتن نکند، یعنی اختیار زندگی در این کشور نکند اگر
جوابگوی 5 شرط یا 5 معیار نباشد. یکم میگوید که پادشاه عادل و قاهر. در اینجا قاهر به معنای سیاستمدار، که اگر سیاستمدار پادشاه نباشد مردمان بیگانه به این کشور هجوم کنند. یعنی هجوم با واسطه ارتش، با ارتش پر اقتدار باید داشته باشد دولت. سیاست داشته باشد که کشورهای بیگانه از حالت این پادشاه باخبر باشند. دوم، عمال و مصرفان متدین. اکنون موضوع مفهوم متدین یعنی با انصاف که به مردم خیانت نکنند و صاحب کار، با تعبیر امروزه صاحب کاران و دیگر مسئله بازار و دیگر که نرخ‌ها را گران نکنند و همین مسئله هایی که به مردم، به رعیت یعنی با عدالتانه مناسبت کنند. و سوم در اینجا مردمان سخاوت پیشه منعم که برای هم خارجیان و هم داخلیان شرایط ها را مهیا کنند، یعنی مهمانخانه ها پرداخت کنند. و چهارم آبهای جاری، یعنی این کشور آبهای جاری باید داشته باشد که مردم زراعت کاری کنند و دیگر کشت و کار کنند که تا وسیله زندگی خویش و دیگران شود. و همین شرط ها را یکایک احمدی دانش برای یک کشوری که در اونجا زندگی باید در مد اول ایستد و سعادتمند باشد مردم پیشنهاد میکنند. و از همین نقطه نظر هم مسئله معارف را، یعنی دانستن علم های زمانه و حتی به فرزندانش که 2 فرزند با نام اسعد و ابوالکرم داشت در نوادر الوقایع در باب اولش، گرچنده که به فرزنداش نصیحت میکند لیکن تمام کسب و پیشه های زمانهش را مورد تحلیل و بررسی قرار داده یک بها میدهد که فرزندانم شما باید کدام کسب را انتخاب کنید. این در شرایط زمان بخارای عصر 19 این یک پیشروی بود که از جانب احمدی دانش و آثارش پیشنهاد گردیده بود. و ایده از معارف پروران که در محفل های احمدی دانش اشتراک میکردند پیروی او بودند و این را میتوان گفت که از آن جمله استاد صدرالدین عینی که یکی از پیروان بی‌واسطه احمدی دانش بود و خود قید کرده است که بعد از خواندن نوادر الوقایع و سیاحتنامه در جهانبینی من یک تحولات یا دیگرگونی به وجود آمد و اون را همچون یک ستاره در تیره شبی بخارای عصر 19 نامگذاری کرده است. در این مورد استاد صحبت خواهیم کرد. اکنون میگذاریم به این که مثلا همچون نفری که بالاتر از یک جامعه یا یک ستون دولتداری بوده است، تجربه دولتداری هم گرفته است، در دربار امیر نصرالله خدمت کرد، در دربار امیر مظفر خدمت کرد، در دربار امیر عبداللحد خدمت کرد و هرچند که در دربار امیر مظفر موردی مثلا نکوهش قرار گرفته، اون طرد کردن و به یک نوع بدرغش کردن، اون مثلا قاضی تعیین کردن مضافات بخارا رفت. لیکن در دوره امیر عبداللحد باز به همون مقامش آمد. لیکن اون فسق فجوری که در دربار بود، فسق فجوری که امارت اون به وجود آورده بود بر اثر بی‌دانشی و ناآگاهی و جهالت پسندیش و خرافه زدگیشون، همیشه احمدی دانش رو نگران می ساخت. و انا همون سری محفلی که صحبت کردید که اول در خانهش بود، خانهش می آمدن، خودی احمدی دانش هم در مدرسه درس میداد و نفرای اون شاگردانش من بعد نفرایی بودن که به صفت داملای کنجکی در خانه همین درس میگرفتن، درس نجوم میگرفتن. همینطور نیست؟ درست است. و یعنی تعلیمات معارف پراری احمدی دانش رو اگر ما تحلیل کنیم، چون که شما قید کردید که در دربار بود تا چنده، یعنی تعلیمات وی عبارت از مسئله های اقتصادی است، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی هم هست. بعد از سفر از روسیه وی یک نقشه آبیاری طرح‌ریزی امارت بخارا را پیشنهاد میکند، به امارت پیشنهاد میکند، به امیر پیشنهاد میکند، لیکن از اونجا دستگیری نمییابد. و در یک جا نوشته شده است که
من چیزی که می نویسم خود می نویسم و خود می گریم. برای خود می نویسم، برای خود می خوانم و برای خود می گریم. حالا که متاسفانه از ساخت حکمرانی همون زمان دستگیری نمی آورد و ما از همین مسئله ها را در همین محفل هایی که شاگردانش در اونجا جمع می شدن مورد بررسی قرار می داد در همین محفل ها و ما می بینیم که ایده از معارف پروران و بعدترین مکتبی که با وجود آمد پیش از همه دانستند که سبب همه قفاماندگی جامعه ما، جامعه امارت بخارا، این از بیدانشی است، از نظام تعلیمی همون زمانه است. مدرسه های بخارا است که خیلی سالهای طولانی در اطراف یک چند مسئله تدریس کرده می شد و او و پیروانش بعدتر می بینیم که در سالهای اول عصر 20 مکتب های اصولی نو، اصولی جدید با وجود می آید و بعد جریان های نو با وجود می آید که این هم به واسطه از تاثیر افکار پیشقدمانه احمد دانش بود که به این پیروانش تاثیر خود را گذاشته بود. یعنی در همون محفلی که اول در خانه شد و بعد اون محفل رواج یافت در خانه شریف جان مخدوم صدر ضیا شد، یعنی همون نفرانی که به احمد دانش معتقد بودن و احترام داشتن یعنی پیرو و شاگرد داشتن در خانه شریف جان مخدوم هم همون مکتب دوام دادن. شاگردای اکثریتی که در خانه شریف جان مخدوم بودن در محفل شریف جان مخدوم بودن، چنانکه که استاد عینی میگوید همشون پرورده های مکتب احمد دانش بودن که با او رابطه داشتن و اکنون نقشی نوادر الوقایع در تحولات فکری و بیداری فکری و روشنگری و عرف پروری همین مکتب و پیروان همین مکتب و در عموم اگر بگیم جامعه وقتی بخارا چگونه بود، چی نقشی داشت؟ نوادر الوقایع یکی از اثرهای مشهور احمد دانش خودم از نامش معلوم است که نادرترین و جذابترین واقعه هایی که به واسطه از حیات خودش گذشته است و از دیگر جا نقل کرده است و واقعا هم هر یک باب این اثر باعث بیداری همین نسل نوی معارف پروران میگردید که اون رو همچون یک شاه اثر، یک دستور عمل خود قرار داده بودند که چنانی که ما قید کردیم حتی استاد صدرالدین عینی هم به این چیز این رو تاکید میکنند و این بود که پیش از همه اون مکتب های اصول نو که بعدتر با وجود آمد در سالهای اول عصر 20 هم به واسطه از تاثیر عقیده های احمد دانش یعنی از همون مکتب بروز از همون مکتب پیدا گردیده بود، از همون مکتب منشأ گرفته بودند و خواستند که وقتی که گرچند همینجا باید یک وضعیت رو، یک حالت رو ما باید ذکر کنیم که بعدتر که همین پیروان همین مکتب که بعضی ها متاسفانه به تعقیب قرار می گیرند و بعضی هاشون کشته می شوند و به واسطه از همین نظام تدریسی که در امارت بخارا رایج بود از همون ناراضگی میکنند که سالهای زیاد تدریس میبینند ولی نتیجه ها نیست و نوشتن چند کتابی به شکل کوتاه که با قلم استاد صدرالدین عینی تعلق دارد، حالا که همین کتاب ها در اساس مذهبی رایجی که در آسیای میانه مذهب ابو حنیفه در پیروی اما اثرهایی که تعلیم داده میشد به شکل کوتاه، مخصوصا کتاب ضروریات دینی در اساس همون کتاب‌های عقیده نصفی و دیگر کتاب‌هایی که کتاب‌های مذهبی ابو حنیفه بودن نوشته شده بود. ولیکن مقابلیت سخت روحانیان در سالهای من بعد در برابر تأسیس مکتب‌های اصول نو حتی همین خیلی اغواها انداختند که این را تاریخ شناس مشهور معاصر استاد نماز حاتموف این را ذکر میکند در آثارش که حتی همین روحانیان به دو قسمت تقسیم شده بودند. بعضی روحانیانی که عباره ترقی خواه، این هم یک سینونیم مرادف معارف پرور است که استاد عینی در کتاب تاریخ انقلاب فکری در بخارا همین عباره را استفاده در شکل منور فکری هم استفاده میبرد. همین ترقی خواهان بخارا
به مقابل همینو روحانیون به دو قسمت تقسیم شده بودن. یعنی روحانیون کنسرواتیوی که همین یگم دیگرگونی رو وارد کردن نمیخواستن در حیات جامعه، حتی زیدی همین مکتب‌های اصولی نو بودن، و دیگر روحانیانی که اینها خواستاری حیات نو بودن، اصلاحاتگر بودن به معنای ملا اکرامچه، ملا اکرامچه که بعداً خیلی یک شخصیتی معروف شناخته استاد عینی بودن. و این استاد نمازات هم نسبت همین ها ذکر میکند که رفته رفته اینو به دو گروه تقسیم شده بودن و واقعا هم نسل اول معارف پروران هم طرفداری آن بودند که به دیگرگون کردن ساخت سیاسی میتوان در اصول تدریس مدرسه ها، برنامه تعلیمی مدرسه ها دیگرگون ها وارد کرد. لیکن بعضا از روحانیان متعصب گفتند که امروز چند مدت اینا در مکتب اصولی نو تحصیل میکنن و بعد مقصد اساسی اینها سرنگون کردن امیر است. همین گپ ها رو برده رسونده. این مکتب های اصولی نو که اصول صوتیه شو میگفتن، اصول صوتیه هم تیز عمری دراز رو ندید و واقعا هم ما بعد میبینیم که اساسا اینها نه تنها نسل پیروان احمدی دانش نه تنها با بنیاد نمودن یا تأسیس نمودن مکتب‌های اصولی نو اکتفا کردند، بلکه با تأسیس روزنامه‌ها، از آن جمله روزنامه بخارای شریف که سال 1912 اولین شماره‌اش برآمد و بعداً با اصلاحات درآوردن در حیات اجتماعی جامعه، از آن جمله چنانی که گفتیم آبیاری کردن و شرایط مساعد مهیا کردن برای زندگی مردم، همین گونه ایده ها، عقیده ها رو پیشنهاد میکردن. تشکر زیاد. اکنون درباره اونی بریم که امروز در شرایط امروزه و نظراتی که غایه ها و اندیشه هایی که توسط احمدی دانش به این مکتب معارف پروری ما گذاشته و مکتب رواج دادن، دیگران مثلا شریف جان مخدوم و شاگردان و پیروان احمدی دانش که مثلا اگر در عمومی بگیریم تمامی همون معارف رو خود قاری رحمت الله واضح، همون شمس الدین شاهین هم اینا هم به همین گروه داخل میشدن. در همین هرچند که در همین دوره زندگی کردن، همون به طور مستقیم این کار رو میکردن. لیکن این دیگراش در اینجا همین اگر یک نوع آینده بینی کنیم، افکاری که احمدی دانش داشت امروز تا چه اندازه میتواند که نیازهای علمی و فنی و تکنیکی و ترقی خواهی و معارف پروری و مدنی و معرفتی ما را برآورده است. درست است. واقعا هم ما امروز در یک شرایط دولت سازی و ملت سازی قرار داریم، در شرایط دوران صاحب استقلالی که به واسطه رجوع پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان هم یک رجوعی به اصالت ملی، به اصالت تاریخی، به خاطره نیک تاریخی نیاگان ما نگرانده شده است و امروز آموزش و راه اندازی نمودن عقیده های پیشقدم احمدی دانش بر این معارف پروران خلق تاجیک البته به نفع کار است و امروز ما می توانیم که آن بهترین عقیده های پیشقدمانه احمدی دانش را امروز در حیات سیاسی، در حیات اجتماعی خود همچون دستور عمل می توانیم استفاده بریم، چون که البته در شرایط امروزه، در شرایطی که تهدید و خطرهای جهانی معاصر به واسطه با استقلالیت دستاوردهای استقلالیت دولتی ما و عموما به اصالت ملی ما، به خاطره تاریخی ما تهدید میکند، ما باید چنین شخصیت های ملی خود را صاحبی کنیم پیش از همه و اثرهای اینها را به نشر برسانیم و مورد آموزشی نسل معاصر قرار بدیم که خوشبختانه که در این سمت علاقه کارهای زیادی انجام شده اند و البته برای چی امروز هم جامعه ما با معرفت ناکی برای به معارف پیش از همه، برای استوار نمودن
پایه‌های معارف ملی نیاز دارد. پیش از همه امروز ما در شرایطی که احمد دانش یک شخصیت خیلی روشنگر بر ضد تعصب و خرافات مبارزه می برد، امروز هم ما باید بر ضد این تعصب و خرافات مبارزه بریم، چون که مقصد اساسی ما نسل جوان و نسل نورس را در روحیه وطن دوستی و در روحیه خویشتن شناسی، در روحیه دانستن و آگاه بودن از خاطره تاریخی ملت خویش باید روانه کنیم، تربیت نماییم و پیش از همه تقدیر من بعده کشور ما را، ملت ما را تنها نسل آگاه، نسل با معرفت، نسل خالی از همه گونه جهل و تعصب میتواند پیش ببرد و حفظ ارزش‌های ما، ارزش‌های ملی ما، حفظ ارزش‌های دولتداری ما هم به شخصیت‌های دانا، به شخصیت‌های با معرفت و به شخصیت‌های آینده‌بین نیاز دارد. تشکر زیاد. یادآور می‌شوم که در صحبت ما قرار داشتند مدیر کافدره فلسفه نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان استاد نصرالله ذاکرزاده و موضوعی که با اون که صحبت کردیم مکتب معارف پروری احمدی دانش بود. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام و کام.